اگر سر به سر تن به کشتن دهیم به از آنکه کشور به دشمن دهیم. با درود به ملت بزرگ ایران و بنیاد رفیع و شکوهمند شاهنشاهی ایران و با تقدیم احترام به محضر شاهنشاه ایران اعلی حضرت رضا شاه دوم پهلوی. مقدمتا باید خدمت شما ملت شریف ایران عرض نمایم رژیم نامقدس و باطل ولایت فقیه هیچ نسبت و ارتباطی با نام و خاک و تاریخ و جغرافیای مقدس ایران جز خدعه و دروغ و اهانت و توهین و دزدی و غارت و خیانت و تبهکاری و بحرانسازی و شهیدسازی و پرونده‌سازی و تکفیرسازی و بیداد و جنایت و اعدام و ترویج مصیبت و ماتم و فقر و فحش و بر علیه ملت ایران در طول حیات منحوس خود نداشته است. این رژیم نامقدس و باطل در طول 47 سال گذشته به این ننگ مفتخر و آراسته بوده که با تاریخ و فرهنگ و پرچم هویت ایران و ایرانی دستتیز بوده و در کمال بیشرمی و بیشرفی به درفش هزاره‌ای و تاریخی شیر و خورشید ایران اهانت و توهین نمودند و پرچم ایران را جعل نمودند و برای محو هویت ایران و ایرانی در طول 47 سال گذشته از هیچ کوششی فروگذار ننمودند. اما امروز بعد 47 سال سیاه جبهه حق، جبهه ملت بزرگ ایران، جبهه فرزندان کاوی آهنگر و کوروش کبیر، جبهه درفش شاهنشاهی کاویانی و درفش شیر و خورشید نشان ایران در برابر جبهه باطل، جبهه هممسلکان و فرزندان جنایتکاران و غارتگران سپاه دزدان مدینه و جبهه رژیم قاسم و تبهکار و بیوطن و ضد ایرانی ولایت فقیه قرار گرفته است. امروز خروش و قیام دریای خروشان ملت ایران در برابر رژیم تبهکار ولایت فقیه همان یوم الله میباشد که روح الله موسوی خمینی و ادیان را داده بود. امروز خیابان‌های شهرهای ایران زمین به خصوص تهران آوردگاه قادسیه میباشند و سرنگونی این رژیم تبهکار و برکشیدن درفش کاویانی و درفش شیر و خورشید نشان ایران و اعاده حقوق ملت ایران در حکم انتقام قادسیه میباشد. لذا باید عرض نمایم اگر ما ملت ایران حقیقتا خواهان شکوه و عظمت و اعتلاء ایران میباشیم، خواهان رونق و رفاه و آزادی و عدالت و قانون میباشیم، خواهان نجات طبیعت و زیست بوم این سرزمین میباشیم، خواهان گذار از اوضاع اسفبار فعلی میباشیم، باید بدانیم این اتفاق فقط از یک راه ممکن و متصور میباشد و آن این است که ما ملت ایران به پا خیزیم و در این راه ید واحده باشیم و اتحاد و انسجام ملی خود را حفظ نماییم و برای جلوگیری از هرج و مرج سیاسی برای اینکه گذار از نظام باطل ولایت فقیه با کمترین هزینه و زمان ممکن برای ملت ایران حاصل شود ذیل اصول 26 و 35 مطابق قانون اساسی مشروطه ایران که مالکیت و حاکمیت ارکان حاکمیت سیاسی و نظام حکمرانی کشور من جمله بنیاد شکوهمند شاهنشاهی ایران را متعلق به ملت ایران دانسته است، از بیانیه‌ها و فرامین پادشاه ایران شخص آقای رضا شاه دوم پهلوی به عنوان خدمتگزار و مجری منویات ملت بزرگ ایران در جایگاه پادشاهی ایران تا برگزاری هم پرسید که ملت ایران مایل به چه نوع نظام حکمرانی باشند حمایت نموده و برابر بیانیه‌ها و فرامین پادشاه ایران اقدام نماییم. معلوس و در این راستا از آحاد ملت بزرگ ایران چه در داخل و چه خارج از کشور دعوت می‌نمایم در روز یکشنبه مورخی 25/8/2584 شاهنشاهی ایران با در دست داشتن پرچم شیر و خورشید ایران آغازگاه راهپیمایی میلیونی برای گذار از نظام مجرم و نامقدس ولایت فقیه باشیم. لذا از همه هممیهنانم در تاریخ مذکور دعوت می‌نمایم در داخل و خارج کشور و در همه شهرهای ایران زمین به خصوص تهران از میدان آزادی تا میدان امام حسین و از میدان تجریش تا میدان راه آهن به همراه خانواده‌های خود رأس ساعت 7 از ایستگاه‌های مترو سراسر تهران به خیابان‌ها بریزند. نظام باطل و تبهکار ولایت فقیه باید برود. بازنشر و اطلاع رسانی این بیانیه در حکم مجاهدت و ایثار برای اعتلاء شکوه و عظمت ملت بزرگ ایران میباشد. برافراشته باد درفش کاویانی و درفش شیر و خورشید نشان ایران. زنده باد آزادی، پاینده باد ایران. جاوید شاه عضو نیروهای مسلح شاهنشاهی ایران و خدمتگزار جانبدار و مدعی العموم و دادستان ملت بزرگ ایران سرهنگ نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی ابراهیم آقای کمازانی به تاریخ 28/2584 شاهنشاهی ایران و سلام.